أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب ما و شما 3 درس گرفتیم. حالا باشد درس 4 و همچنین باب 4 از 22 باب صرفی را خواهیم گرفت. الباب الرابع یعنی که باب 4 از 22 باب صرفی. و همچنین فراموش نشود که باب 4 از بابهای ثلاثی مجرد هستند، از فعلهای هستند که 3 حرف اصلی دارند و حرف زیادتی در اونها نیست. پس میبینیم که صاحب کتاب درباره باب 4 چی میگوید. در صحیفه 3 هر کسی که این رساله را، این کتابچه را دارد، در صحیفه 3 میارد میگوید که الباب الرابع، یعنی که باب 4 از 22 باب صرفی. وزنه فعل یفعل. دقت بتید که وزن باب 4 فعل یفعل هست. 3 باب گذشته ما و شما فقط فعل بود، یعنی که عین فتحه بود، اما اکنون این 4 باب عین کسره می شود در فعل ماضی. دقت بتید فعیل. در فعل مضارع فتحه می شود که یفعل. موزونه هم وزن این باب علم یعلم هست. دقت بتید علم یعلم. عین باب رو ببینید کسره هست، حرف لام، و عین در فعل ماضی. در فعل مضارع عین باب رو ببینید فتحه است. علم یعلم، وزنش فعل یفعل. این باب چندم است؟ باب 4. همچنین چند از فعل ها رو برای شما می نویسیم از همین باب. یکم فرح، فریح، 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 یفرح، یفرح. دقت بتید فرح یفرح. و همچنین می شود که بنویسیم صعید، 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 یصعد، یصعد. ببینید یصعد. اکنون صعد یصعد. اکنون این فعلهایی که شما حالا میبینید اینها هم از باب 4 است. اکنون علامت این باب چی است؟ دقت بتید صاحب کتاب میگوید که و علامته، نشانه باب 4 ان یکون عین فعله مکسورا فی الماضی. عین فعلش میگه در فعل ماضی مکسور است، یعنی کسره دارد. عین باب رو ببینید فعیل، عین باب کسره است. در اینجا علیم، عین باب کسره است. فریح، عین باب کسره است. صعید، عین باب. در فعلهای ماضی عین باب کسره هستند. این علامت باب چند است؟ 4. یکم در فعل ماضی عین باب کسره هست. دوم چی؟ و مفتوحا فی المضارع. و در فعل مضارع همین عین باب فتحه می شود، مفتوح می شود. دقت بتید یفعل، یعلم، یفرح و یسعد. ببینید همش فتحه شد. پس معلوم شد که علم یعلم از باب 4 است. علم دانست، یعلم می داند. فرح یفرح از باب 4 است. فرح خرسند شد، یفرح خرسند می شود. و سعید یسعد باب 4 است. سعید بلند شد، یعنی بلندی در برآمد.
یصعدو بلند می شود، در بلندی می براید، یعنی بالا برآمدن. صعد یصعد. پس اینها معلوم شد که از باب چی بوده است؟ از باب چهارم که در فعل ماضی عین کسره و در فعل مضارع عین فتحه می شده است. این نشانه اش است. و بناؤه، اکنون باب چهارم بناش، ساختش برای چی است؟ ساختش چطوره که سه باب گذشته را گرفته بودیم، این چهارم باب ده میگوید که و بناؤه ایضا للتعدیه غالبا، بناش میگد همچنین برای فعل های متعدی است. دقت بتید. اکنون باب یکم را ما و شما گرفتیم که نصر ینصرو للتعدیه غالبا و قد یکون لازم، گفتیم بنای فعلشه. باب دوم ضرب یضربو، همچنین غالب برای متعدی است و گاه گفتیم لازم می آید. باب سیوم فتح یفتحو، ما گفتیم غالبا متعدی است و گاه لازم می آید. اکنون باب چهارم علم یعلمو، همچنین غالبا متعدی گاه لازم می آید. یعنی ساخت بنا، این چهار باب ساخت بناش یک خیل است، یگان فرقیت در ساخت بناش نیست. و قد یکون لازما، متعدی می آید غالبا و گاه لازم می آید. مثال المتعدی، مثال متعدی برای فعل متعدی، یعنی که باب چهارم این علم، ببینید برای متعدی مثالش این است که علم زیدون، ببینید زیدون المسألة ببینید زیدون المسألة، علم زیدون المسألة. این فعل برای متعدی است. برای فعل لازم چی است؟ میگه که وجل زیدون، این فعل لازم است. وجل زیدون، این فعل چی است؟ فعل لازم است. وجل زیدون. اکنون دقت بتید، علم فعل متعدی است. متعدی چی است؟ هو ما یتجاوز الفاعل الى المفعول به. علم را ببینید که فاعل را گذاشته به مفعول به تجاوز کرده است. زیدون فاعل هست، فاعل را گذاشت به مفعول به، پس علم فعل متعدی است. دانست زید مسئله را، یک مسئله را، یک حکم را زید دانست. اکنون دانستن در بالای مسئله واقع شدگی است، پس علم این چه بوده است؟ فعل متعدی بوده است. اما وجل زیدون، وجل یعنی ترسید زید، وجل یوجلو به معنای ترسیدن، و ترسید زید، ببینید خود زید ترسید، پس این مفعول به ندارد. در اینجا ما گفتیم فعل لازم، فعل لازم هو ما لم یتجاوز الفاعل الى المفعول به، مفعول به ندارد، تجاوز نکرد فعل رو به مفعول بهش، پس این فعل لازمش بل وقع فی نفسی، بلکه همین ترسیدن در بالای خود زید واقع شده است که زید خودش ترسیدگی است، زید خودش ترسیده است. پس وجل زیدون، وجل فعل لازم است. علم فعل متعدی است، غالب این باب متعدی می آید. وجل باشد فعل لازم است که گاهی از این باب فعل لازم می آمده است. پس این هست مثال هایش. اکنون این را اعرابش، تحلیل این کلمه ها چطوره که در درس های گذشته ما می خوندیم. الاعراب علم فعل ماضی مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب، زید فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره، المسأله مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره. این اعراب تحلیل جمله یکم. جمله دوم باشد تحلیلش چنین است که وجل فعل ماضی مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب، زید فاعل مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. این تحلیل جمله دوم. با همین این درس به پایان رسید. اکنون ما و شما دانستیم که باب چهارم فعل یفعل علم یعلم بوده است. اکنون ما در بدان گفته بودیم که عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند.
عرب از هر مصدر 12 چیز میگیرد. پس میبینیم که از علم یعلمو این 12 چیز چی طور میشود؟ دقت بتید، این 12 چیز را شما دقت بتید. مثلا علم فعل ماضی است، فعل ماضی یکم فعل ماضی را میگیم چی؟ علم. علم. فعل مضارع یعلم. یعلم. در اسم فاعل میگیم که عالمون. عالمون پس معلوم شد که اسم فاعل است. ما شما توجه کنید میگیم فلان عالم است. عالم اسم فاعل است. اسم مفعول مثلا میگیم معلومون. معلوم میگیم فلان چیز معلوم است، یعنی آشکارا هست. معلوم اسم مفعول هست. معلومون. جهت باشد لم. لم یعلم. لم یعلم فعل جهت. نفی باشد لا یعلمو. لا یعلمو نمیداند. لا یعلمو. لم یعلم ندانست. لا یعلمو نمیداند فعل نفی. امر باشد یعلم یعنی بدان. یعلم فعل امر. نهی باشد لا تعلم ندان. لا تعلم این فعل چی است؟ فعل نهی. لا تعلم. اسم زمان و اسم مکانش باشد هرش یک وزن قطعی می آید، می شود معلمون، زیرا که از غیر باب یفعل هست. معلمون اسم زمان و مکانش. اسم آلتش باشد اگر معلمون یا معلمتون به همین وزن ها می آید. معلمون. اکنون را برای اصلش دانستن رجوع میکنید به اصل لغت عرب که معلمون میگوید یا معلمتون. خب معلمون اسم آلت. اسم تفضیل باشد اگر اعلمو. 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 ببینید ما در بدان گفتیم که اسم آلت این خاصی لغت عرب هست که 3 وزن دارد، مفعلون و مفعلتون و مفعولون. ما نمیتونیم بگیم که این فعل حتما مفعلون میآید یا مفعلتون میآید یا مفعولون میآید. این رو باید به اصل لغت برگردیم که لغت عرب چی گفتگی هستندش. از این حساب یکی از اینها را بنده نوشتم در علم یعلمو. اما در واقعیتش چی است؟ به لغت عرب باید رجوع کنیم. اما این اسم تفضیل این وزن معین دارد، از هر فعلی که باشد همینطور اسم تفضیلش میکنیم. یا اسم زمان و مکان. نه این باقی مانده‌اش اینها قیاسی هستند یا اینها گرفته می شود. هر کس می تواند که اگر بابش را بداند و معین کند باقی مانده‌اش را غیر از اسم آلت. غیر از اسم آلت که این وابسته به چی است؟ وابسته به آنچه که در زبان عرب آمدگی است. پس معلوم شد که این 12 چیز را ببینید. علم یعلمو. علم فعل ماضی 14 صیغه اش را بگویید شما خودتون. علم علم و علمو تا آخرش. یعلمو همچنین فعل مجهول فعل ماضی را هم بگویید. یعلمو میداند. یعلمو یعلمون یعلمون 14 صیغه اش را بگویید و فعل مجهولش هم بگویید. مضارع مجهول یعلمو. عالمون 6 صیغه دارد بگویید. معلومون 6 صیغه دارد بگویید. لم یعلم فعل جهت 14 صیغه دارد. لم یعلم لم یعلمو لم یعلمو تا آخرش بگویید. لا یعلمو فعل نفی. لا یعلمو همچنین 14 صیغه دارد. لا یعلمو لا یعلمون لا یعلمون این رو همچنین معلوم و مجهولش رو بگویید. اعلم 6 صیغه دارد بگویید. اعلم اعلمو اعلمو اعلمی اعلمو اعلمنا 6 صیغه. لا تعلم نهی این 8 صیغه دارد معلومش. 14 صیغه دارد مجهولش. این رو همچنین بگویید. اسم زمان و مکان معلمون این 3 صیغه دارد بگویید. معلمون معلمون معالمو. و اسم آلت همچنین 3 صیغه دارد بگویید. معلمون معلمون معالمو. و اسم تفضیل 6 صیغه دارد. این رو بگویید که اعلم اعلمون اعلمون علم علمیان علمیاتون. این اسم تفضیل 6 صیغه اش می باشد. اینها را شما خودتان کامل بکنید. اما این از باب علمه بود. چطور گفتیم؟ از فرحه چی؟ فرحه یفرحو. اکنون از این باب اسم فاعل اسم مفعول نمی آید. از این را صفت مشبهه می گوید. از اون می آید. فریحون. فرحون. فرحون اسم چی است؟ صفت مشبهه نام دارد. یعنی فارحون مفروحون نمیگوییم زیرا که از این باب نمی آید. و این را انشاءالله در کتاب‌های بعدی که میخونیم مثلا صرف میر، بعد از این باب‌ها صرف میر رو میخونیم و بعد از این تصریف عزی رو میخونیم
و بعد از اون الله راضی باشد شذ العرف گفتنی کتاب بسیار معروف و کتاب بسیار مفید است، اون را که خواندیم یا شافیه کتاب ابن حاجب را که خواندید، پس دیگر این چیزها را دیگر خوب درک میکنید. حالا همین قدر بدانید که از این باب عالمون و معلومون فارحون و مفروحون نمیگوییم، زیرا که به این وزن نمیاد، بلکه فرحون میگوییم. یعنی اسم فاعل است لیکن نامش صفت مشبهه نام دارد. خب دیگر باقی مانده اش میآید، دیگر باقی مانده اش افرح، مثلا لم یفرح، لا یفرح، افرح، لا تفرح، مفرحون اسم زمان و مکان میآید، مفرحون آلتی اسم آلت میآید، افرح اسم تفضیل میآید، دیگه باقی ماندهاش میآید. اما از سعیده اینها همشون میآید که سعیده، سعیده، یسعد، صاعد، مسعود، لم یسعد، لا یسعد، اسعد، لا تسعد، مسعد، مسعد، این میآید. یعنی که مسعد آلتی که اسم زمان و مکانی که مسعدون، مسعدون اسم زمان و مکان، مسعدون اسم آلت، آلتی که آدم را بالا میبردارد. مثلا میشود مسعد گفته، چرا بگیم لیفت را که آدم را بالا میبرارد. خب اسعدو این اسم تفضیلش است که با 6 صیغه شما خودتان تکرارش کنید. پس این بود باب چهارم. باب چهارم درس امروزه ما و شما با همین با آخر رسید. پس در یادتان بگیرید که علم یعلم این باب چهارم هست. پس باب ها را در آخر یک بار مختصرا میاریم که باب یکم نصر ینصرو هست، باب دوم ضرب یضربو هست، باب سیوم فتح یفتحو است که این شرط دارد گفته بدیم، باب چهارم این علم یعلمو هست. با همین درس امروزه ما و شما به پایان و درس آینده باب پنجم را خواهیم گرفت. میبینیم که باب پنجم به چه وزن می آید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.